ما نمیدونه که در پناه ما با چیکار مشغوله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت ولا ينظر الى رکوعها و سجوده. نمازی باید نگاه نکنه، رکوع سجودی باید نگاه نکنه، نماز و رکوع و سجودی باید شما را فریب نکنه. پای مومن نیست. ولی در پناهی و چقدر ترس خدا دارم. یکم خصلت مومن همین بوده که الورع فی الخلوه، تقوا و خدا ترسی در پناهی. همه صحابه بزرگی جنمین بود. در دل شب در پناهی ما چکار میکنیم؟ باید انا همون جدا ما معلوم بشه خدا ترسی ما. یکم ارگان مومن انا همین بوده که انسان در پناهی چکار میکنه. باید ما یک مراتبه فکر کنیم که ما در پناهی چکار میکنیم، در دل شب چکار میکنیم، در دل شب چه مقصد و نیت ها داره. هیچ محل به حج زکات نماز فریفته نشه برادران. اکثریت جنایت امروز نماز خونه کردیسیان، اکثریت جنایت امروز همه حج زیارت میکردگی و کردیسیان، اکثریت جنایت همه ریشدارا کردیسیان. فریفته نشده ما مومن ها فریفته بشیم بر نماز یک انسان. جناب پیغمبر گفتیم دین خدا یک قصر بوده، در تریزش من اومدم محکمش کردم، پرش کردم. ما بعد پیغمبر یگام پیغمبر دیگر منتظر نیستیم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم اکنون میگن که نام ما مؤمنه. همه ما رو مؤمن میگن. اول میگن مؤمن و مسلمان هم خیلی کلمه است. ما در قرآن سوره داره با نام مؤمنون، با سوره داره با نام مؤمن. دو سوره داره در قرآن، مؤمن، مؤمنون. نام خدا با مؤمنه، سلام مؤمن، سلام المؤمن المهیمن. نام خدا مؤمنه. ما هم مؤمنیم. دو سوره قرآن ما مؤمنه، نام خدا مؤمنه. نگه سوال میشه مؤمن کیه؟ با سوال میشه مؤمن کیست؟ مؤمن کیست؟ سوال میشه. حضرت ابوبکر صدیق از همین میپرسن که مؤمن کیست؟ مجموعاً علما گفتن که خصلت مؤمن 80 تا 90 تا، که حضرت ابوبکر گفته از جناب پیغمبر شنیدم که خصلت مؤمن 5 تا تقسیم کرد. ببینید 5 چیز سر شوه او مؤمنه. مؤمن نام خدا، مؤمن نام امت محمد، مؤمن و مؤمنون دو سوره در قرآن. نگه سوال میشه مؤمن کیست؟ حضرت ابوبکر گفتیان که الورع فی الخلبه، کسی در پناهی تقوا داشته باشه. باز ما اجازه نمیدونیم هم اشته در مسجد هم و شیشتگی هم اون نمیدونیم. ما نمیدونیم در پناهی باید چیکار میکنه. سری همه خم همه نماز خون، سری همه خم همه شیشتگی، همه تلفن داره، تلفن های همه در مسجد قرآن کشیدگی. ما نمیدونیم ممکن در پناهی باید چه تماشا کنه. 124,000 پیغمبر برای اولوالالباب آمدگی بوده است. او انسان هایی که در درون این قدرت جداکنی دارن. اگر قدرت جداکنی نداشته باشی هیچ محل ما فرق کرده نمیتونیم حالی منافقه مسلمان. انسان همینجا باید قدرت جداکنی داشته باشه. 124,000 پیغمبر معلم. این شوخی نیست. کدام دانشگاه 124,000 معلم داره؟ دانشگاه خدا. 124,000 معلم در دانشگاه خدا. دانشگاه خدا مسجد. مسجدها دانشگاه هم. مسجدها فقط خالص برای سجده نیستن. تمام بزرگای دنیا از عبادت خانه ها برآمدن. چه از زمان افلاطون و ارسطو همو حوزه های خرد مسجدی ده بودن، همو هم در کلیسا هاشون وقت شده. تمام بزرگای دین ما هم از مسجد مدرسه ها برآمدن. ما یک مراتبه فکر کنیم که مسجد چی خدمت میکنه.
ما میدونیم که مسجد چندقدر انسانی بیرحه را در ره در آورد، چندقدر از دزدی توبه کرد، چندقدر زناکار از زناکاری توبه کرد. مسجد ها را یک بار فکر کنیم که مسجد در یک سال تا 50-60 مرده را به وطن روی میکنه، به گور برده میرسونه. همش ای مسجد شد. این مسجد هزارها هزار عالم ها را عالم کرد. مسجد جایی است که اولین انسان در مسجد ابراهیم پیغمبر خدمت کرده، دویم اسحاق نبی که اولین قبله مسلمان ها بیت المقدس انداخته، سوم اسماعیل نبی که پدرش خدی قبله دویمنگیه که کعبه شریف هم بوده انداختیان. برادر هر کسی خدمت مسجد میکنه او بچه حضرت ابراهیم هست. خانه ما خدا در انسان خدمت کردن نمیتونه. خیلی انسانی در کار کردن که ابراهیم خلیل الرحمن خدمت کنه. دانشگاه الهی در زمین مسجد است. پیغمبران معلم، کتاب 104 تا کتاب آسمانی آمد. اون صحیفه هایی که به شیس نبی آمد، صحیفه های به نوح نبی آمد، به ادریس نبی آمد، کتاب مکمل پره به موسی علیه السلام آمد، کتاب مکمل پره به حضرت داوود علیه السلام آمد، کتاب پره به حضرت عیسی مسیح آمد. الحمدلله کتاب پره که امروز فخر ما مسلمانای قرآن مونه. ما چی داریم دیگه در همین دنیا؟ وقتی میپرسی کتاب داری، در دنیا یگان کتاب یافت میشوه مثل قرآن. در دنیا یافت میشوه برنامه ها رنگ برنامه های قرآن. در دنیا یافت میشوه رنگ قرآن باری در این سطح. تا آدم علمی نباشه قرآن رو نمیفهمی. قرآن آسانه نیست. علما جمع کردیان که در هر یک ورق قرآن زیاده از 15 علم یافت میشه. چی به میگه قرآن که فاتو بصورت من مثلهی، یعنی اگر قدانوگی شما میکنی یک سوره رنگ اینا اعطینا بیاره باورتون کنم. امروز در زمان جناب پیغمبر در پیش کعبه مشرکا عهد بستن که قرآن 3 تقسیم کردن. گفتن سال دیگه همین روز می بیاییم، یک تقسیمش تو جواب می نویسی، یک تقسیمش تو می نویسی، یک تقسیمش من. تمام شاعرای عرب بودن. گفتن ما محمد صلی الله علیه و سلم متهم میکنه به کتاب آوردگیش. این همون مثل همین میتونیم. همونها را خدا گفت که فیلم تفعلو، شما نمیتونی کار کرده. با تاکید کرد لن تفعلو. لن از برای استغراق میبیا. یک کار انسان میگه که کنکریت نه میخیلن. خدا اول لم آورد که نمیتونه لن آورد تا قیامت نمیتونه خدا غم نته. این معجزه قرآن این چی شما نمیتونیم؟ رنگ قافیه بندی شعری که در اون زمان عرب همش ادیب شعر نویس بود، همین خیلیش نمیتونیم. نه خیلیش نه. اون زمان در ادیبا و شاعرا بودن. من این زمان در نه شاعره نه ادیب دنیا دیگه خیلی شد رفت. چی با قرآن نمره یکه؟ او زمان در ایجاد شاعری نمره 1 شد، وزن شعری خطی. این زمان در از روی چیه میگم؟ قرآن مجموعاً 39 نام خطی ذکر میشود. یک نام قرآن کتاب است. ذالک الکتاب انزل الکتاب. یعنی نام قرآن چی بوده؟ کتاب. کتاب چی را میگن؟ اصلا در زمین عرب هر یگان نمودی کتاب عرب نمیدونست چیه. چیه این کتاب؟ این کتاب نویسی و این چاپی کتاب و ورق این باب بندی نو پیدا شد. اما در اون زمان خدا پیغمبر میگه این کتاب است. در کجای قرآن کلمه کتاب میبیا زیاده از 79 جاده این میگه معنی قانون است. معنی کتاب چی بوده در قرآن؟ قانون. اون زمان ده به واسطه وزن شعر عروضی همه را متهم کرد. این زمان ده به قانون متهم میکنه همه را. قانون های دنیا امروز هر روز عوض میشوند. 1 سال بعد باز زیدش میبرن که همین قانون شما برضرر برآورده.
قانون ها آدم ها رو چکار میکنن؟ اکثریت انسان ها قانون نگاه نمیکنن. اکثریت انسان ها پروای قانون ندارن. قانون هم برای طبقه های همی میانه. اما این قرآن پیغمبر هم میگه اگر تو من بعد ما جاءک من العلم این قدر علمی که من برای تو دادم ما تبین له این شریعت آشکارت کردم آشکاری را دیدی پیشروی را دیدی اگر با همون مشرک یهود اطاعت میکنی تو هم ظالمی. پیغمبر روی خاطر نمیبینم تو هم بگه که از گروه زیانکارویی. امروز معلوم میشده که این قرآن از جهت قانون در دنیا یکم ده. اگر دزد نسل پیغمبره بچه پیغمبره دختری پیغمبره دستش میبره قرآن روی خاطر نداره. این قانونه که امروز در دنیا میبینیم ما این قانون برای بعض انسان ها یگان گر اهمیت نداره. شما همش اینو میدونید دنیا دار همه کشورهای ابرقدرتی که امروز با نام اصطلاحگر معلومه همه بریتانیای کبیر و آلمان و امریکا مجموعاً 129 بار قانون علیش کرده بدیم و دولتشون دولت پیشرفت شده. چند بار علیش کرده بدیم؟ 129 بار سرقانون علیش کرده بدیم. اما قرآن 15 اصرای الحمد در جاش ایستاده قل هو الله در جاش یگان انسان یک الف شا گرفته نمیتونه. هست آدم پیدا شود گوه که همین سال ما سوره الحمد اول قرآن میگیره نمیتونه. خب میگه شما رسیدن نمیتونه. اکنون یک بار به خود ما فکر کنیم که به کدام قانون زندگی کنیم. 15 عصر میشود یگان جاش عوض نشده. ابرقدرترین کشورها 129 بار قانون علیش کردیم. باید ما یک بار فکر کنیم به کدام قانون زندگی کنیم. کدام قانونه؟ چه قانونه یو؟ کتاب و برنامه دینی ما سیمش هر یک دانشگاه دا پروگرام در کاره. مسجد پروگرامش قرآنه. معلم ما 124,000 پیغمبر آخران خیشت الهی را بیناش پر کرد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. بیخی کعبه ده حضرت اجازت نماز دادن پیامبر نماز خونده بود دستاره بود در برابر گشا رسان نماز میگه میتا به حضور دل نماز خونده بود در سجده رفت سبحان ربی الاعلی گفتند که از بنی عبدالدار یک شتر کشتگی بودن شکنبهاش بیرون نموندگی بودن 5 نفر عقبه ابن ابی معید اسود ابن عبدالیغوث این نفرای به سعادت همشان آمدن و همون شکنبه ها رو آوردن. اکنون پیغمبر به صاحب تر دیدن برای که ابو طالب مردگی هست همین نومر در وقت ضعیفی هجوم میکنن دیدن که پیغمبر سجده ده دیگه که بر خطیچه مادرمان مردگی هست ای بر ابو طالب خیلی در مصیبت هست همین خدر وزنی پیغمبر در همین سجده رفتن همین آوردن همین شکنبه در بین دو شانه جناب پیغمبر سرش ماندن خندیدن وزبین که بود حضرت مدار نداشت میگه خش برداره مثلا حضرت مدار نداشت میگه که همین خش برداره همین تمام دو. اولین انسانی که در این صحنه میده و همون ریانیمه میکنه با ابوبکر صدیق ابوبکر صدیق یا میگم تا انسان نحیف کنگوش بودن میگم ابن عبد مسعود میگه من یوش بودم به حد زور نمیرسید همین بلندی تفا میگه داد میزدم که یگان مردک نیست که امروز ما را یاردن کنه نبود میگه چه مسلمان اخی یگان مردک نیست که ما را یاردن کنه یگان کس نیست که همین صحنه ها را یعنی میکنه بود میگه که فاطمه هم رسید اومد میگه از سری حضرت یعنیمش کردیم و جناب پیغمبر خانه بردیم دست روش شته می استادیم بعد از اون میگه دستش برداشت که پروردگارو ابو جهل باتم اسپورو این اخبار باتم اسپورو این اسود ابن عبدالیغوث باتم اسپورو حتی میگه اسود ابن عبدالیغوث بیمار شد میگه تمامی میگم افلاسیاش میگه دانش میومد حتی عقبه ابن ابو معیط میگه جناب پیغمبر میگه جبرئیل اومد میگه خسگیری میگه در این سرشان پرتوف سرش میگه به یک بیماری گرفتار شد میگم استخوان سرش میتونه گوش ریخت همشون در خورترین دوره دنیا گذشتن بعد پیغمبر آزار دادن. این معجزات احمدی بعد از او جناب پیغمبر میبیو اجازت هجرت میشه و میره من هجرت
یک روز میشه که پیامبر پیش از هجرت که یک روز پیش از هجرت میبیو که گرد کعبه میخل محکمه میگه چی به شما سیمخور گرفته؟ گو همین روز در دارالندوا مصلحت شد که محمد نمونه دیگه نماز خونه به کعبه صلی الله علیه و سلم سیمتور گرفتن من اجازه نیست. پیامبر گفت که آخه من همین یک بار نماز خونم دیگه نمیبیام، میدونید که پگه هجرت میره اجازه چه دیگه یک بار نماز خونم من گفت نه اجازه نیست برای جگو غمتی عثمان ابن ابی طلحه عثمان من یک بار میگم یک بار نماز خونم گفت نه اجازه نیست. پیامبر میگه کم زری بر اومدن گفتن که عثمان یک روز میشم که من این سیمخوره رو میکنم اینم بوتا را نیست میکنم اینم روز میبیایم کعبه را برای دنیا آزاد میکنم اینم خیلی روز میبیا گفتالی و رفت همین رفت که حضرت 9 سال بعد با 100,000 سپاهی اومد. آن روز چند کسان خیلی چه ابوبکر 100,000 سپاهی قطعی اومد بوتا را شکست سیمخوره را کند گفت که کلید دست کیه؟ گفتن در دست عثمان ابن ابی طلحه. گفت بیاره شکل وقت شما 9 سال پیش چی گفته بودم تا عثمان ای دست نگیرم کلید بدیجم همون کلید گاز قلف دارم که همین عثمان میگن در دست هم کلید خبیدگی ایزو کشید میگن که ایزو کشید لیکن میگه درنکی رسول اکرم در ایمان آوردگی با زبان نگفته دیگه دلش ملایم شده نگه وقت میگم کلید درست کرده همین کلید جناب پیغمبر کپید ای دست عثمان جدا نشدند که آیه مبارکه قرآن آمد که ای پیغمبر عد الامانات الی اهلها ای پیغمبر امانتی که در دست عثمانی بن مظعون بود به سوی عثمان گردانته ای کار دفت نمیزیباد. پیغمبرمون عمر نیست هم قوه کردگی هم همین قپیده که ای دستش میگیره هوی میکنه و بوتا را میبروره سر میکنه همین قبیله عبدالامانات ای برگردون بتیشه این دفت نمیزیباد این شایسته ایت نیست برای که نمونه زندگی دایی زمین میگه انت قپید ای با عثمان قپید همین حالت میگه آیت نازل شد حضرت میگه همین خیلی جخیدن کلیته طرف دست عثمان و دست عثمان رو برداشتن گفتن ای مردم عثمان این روز رئیس کعبه های تا قیامت رئیس کعبه های تا قیامت های مردیش کرد. عثمان میگه دیگه نمیدونی وحی الهی های در کرتن نمیگنجه همین بلند میگه کلمه شهادت گفته سر گویی میشه که یه مردی 1000 آدم مسلمان میکنه مردی بلند کرد. در زمان ملک فهد کلیت ای خاندان گرفتن میگه کلیت ای خاندان گرفتن دیگه خاندان دادن همون شب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه همون قصر ملک فهد رو اومده در خوش بدورش کرد بخیر از ایجاد کلیت برده در خاندان عثمان میته که ویار خدا معلوم کرده گیه تو کیه دستی ویار میگیری این وظیفه را خدا داده گیه پگه میگه با همون شورا را جمع کرد کلیت آورده دست دو امروز حاکمای سعودی پیش خاندان میرن که به کعبه رو بیتون و رسول الله وظیفه را داد کیه دستی ویار میگیره